ولی فکر کن رو این میز جلوی من یکیشون نشسته، رو میز اون یکی که همکارم مثلا هوای اون یکی نشسته بود. سلام، خیلی خوش اومدی به کانال یوتیوب من. این اولی ویدیو من توی این چنلمه. اگه منو نمیشناسی بذار یه بیوگرافی از خودم بهت بدم. من اسمم شوکاست، 13 سال ناخونکار بودم و توی این 13 سال یک عالم اتفاقا و داستانای جالب واسم پیش اومده و یک عالم داستان از مشتریام شنیدم که توی این پیج میخوام همه رو دونه دونه واسه تعریف کنم. ممنون میشم که سابسکرایبم میکنی و اگه از ویدیو خوشت اومد مرسی که لایکم میکنی. خب الان ما تو ماه اسفندیم. ماه اسفند همیشه یه ماهیه که آدما عجله دارن، همه میخوان کارهای عقب افتادهشون رو انجام بدن، همه میخوان خوشگل بشن، خونه تکونی کنن، نمیدونم هر کاری که تو سال نرسیدن انجام بدن میخوان تو اسفند انجام بدن. اگه آرایشگری یا اینکه یه هنری بلدی که تو سالن‌های زیبایی داری کار میکنی، میدونی که الان سالن‌های زیبایی چقدر شلوغه و چقدر ازدحامه. ما موقع‌هایی که کار میکردیم مثلا من میومدم از 6 صبح وقت میدادم تا مثلا 12 شب، مخصوصا اون مثلا یه هفته 10 روز آخر. ولی اینجوری نبود که 12 شب مثلا آخرین مشتری ساعت 12 میاد، اینجوری نبود که ساعت 12 کارم تموم بشه، به خاطر اینکه همه مثلا یا چیزای عجیب غریب میخواستن، یه عده تو ترافیک میموندن. برای همین معمولا کار من تا 4 و 5 صبح طول میکشید. یعنی فکر کن من 10 روز آخر بهت بگم شاید سر هم توی این 10 روز من 5 ساعت 6 ساعت میخوابیدم. یعنی من انقدر هایپ و قهوه اسپرسو میخوردم تا بتونم بیدار بمونم. با وجود همه اینا شبای عید خیلی تو سالن‌های زیبایی خوش میگذره. حتی اگه هر چقدر اعصاب خوردی واسط پیش بیاد بازم بهت خوش میگذره. با دوستاتی یهو مثلا نصف شب غذا سفارش میدین، یهو مشتریت میاد بعد یه خوراک خوشمزه خریده، یا مثلا 2 نفر با هم دعواشون میشه. حالا من اصلا کاری به اینا ندارم، من میخوام یه خاطره از یکی از شبای عیدم واسط تعریف کنم. یه سالی من خودم تنها ناخونکار بودم، 3 تا هم دستیار داشتم. بعد خب شبای عید اینجوری نیستش که تو مثلا هر یه ساعت به یه نفر وقت بدی، ممکنه مثلا هر یه ساعت به 2 نفر 3 نفر وقت بدی، چون آدما میخوان همه مثلا نزدیک عید بیان. خب نمیرسی که، مجبوری مثلا هر یه ساعت به 2-3 نفر وقت بدی. بعد مشتریای من چجوری بودن؟ اینجوری بودن که هر مثلا یه اکیپ بودن، مثلا یه اکیپ 5 نفره با هم دوست بودن، دوست داشتن با هم بیان. باز یه اکیپ مثلا 6-7 نفره بودن با هم دوست بودن، می‌خواستن با هم دیگه بیان. این دوتا هم هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب الان اینا مثلا 6-7 نفرن، اونا هم 5 نفرن، اینا هیچ آشنایی با هم دیگه نداشتن، یعنی اصلا هم دیگه نمیشناختن. 5 تا دوست بودن، مثلا 6-7 تا دوست دیگه هم از یه طریق دیگه می اومدن. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب اینا تعدادشون زیاده، مثلا وقت 6 رو میدم به یه اکیپ، 8 رو مثلا میدم به یه اکیپ دیگه، هم بعد اون دیگه وقت نمیدم. اینا اومدن، خب من میدونستم اینا تو هم دیگه قاطی میشن، بهشون هم گفته بودم که ببین کارتون طولانی میشه چون به هر حال شب عیده و تقاضا زیاد. اینا اومدن و اکیپ اول اومدن و همشون هم جوون و خوشگل و یه سری دختر خوشگل و که نمیدونم چهارشنبه سوری بود و داشتن یه برنامه میریختن واسه چهارشنبه سوری و از این کارا. خلاصه هیچی، ما کارشون رو انجام دادیم و همش هم غیبت، یعنی پشت سر این پسر حرف میزدن، پشت سر اون پسر حرف میزدن. کارشون رو انجام دادم و ساعت شد 8 و نیم و اون یکی اکیپ دیگه اومدن. و اونا هم از اینا شیطونتر و خوشگلتر و اهل برنامه تر از اینا. خلاصه هیچ، اینا شروع کردن با هم حرف زدن و اونا شروع کردن حرف زدن و اینا با هم دیگه یه کانکشنی برقرار کردن. یکی از اون دخترها توی یه اکیپ دیگه گفتش که آره دیشب فلانی، اسم دوست پسرشو گفت، مامانش مریض بود، بیمارستان بود، منم خیلی نگرانش شدم و اینا، امشب حتما میخوام من ببینمشو. گفت مامان فلانی مریضه، چرا چی شده و اینا شروع کردن با هم صحبت کردن و بعد یه چیزی شد، دختره راجع به ماشین دوست پسرش حرف زد و بعد راجع به محل زندگیش صحبت کرد و گفت آره مثلا خونهشون فلان. یه دفعه یکی دیگه از اون یکی برگشت گفتش که اسم دوست پسر چیه؟ دختره گفت اسم دوست پسرم مثلا فلانی، حالا یه اسم بذاریم براش، اسمشو مثلا من میگم چه میدونم سهراب، شایان اصلا. بعد گفتش که اسم دوست پسر شایانه؟ گفت آره. گفتش که ماشینش چیه؟
گفت ماشینش اینه. چطور؟ گفت همینجوری. خونش کجاست؟ گفت خونش فلانجاست. چطور مگه عزیزم؟ اون یکی گفت پیشنهاد عکس دوست پسرتو ببینم. چشت روز بد نبینه. بعد ما هممون داشتیم این مکالمه ها رو میشیدیم، یعنی من که داشتم کار میکردم داشتم از خنده پاره میشدم و استرسم گرفته بودم، چون میگفتم الان اگه دعواشه من اصلا وقت ندارم اینا رو جمعشون کنم. بعد مثلا فکر کن ساعت چند، ساعت 12 شب مثلا. بعد بقیه بچه‌هایی هم که با من کار میکردن همه داشتن گوش میکردن، ولی خب نمیخواستن چیزی بگن. بعد جالب اینجاست، همه بیشتر مشتریای من میومدن با من درد دل میکردن، مثلا از دوست پسرشون میگفتن، خانواده‌شون میگفتن، از مشکلاتشون میگفتن. من در جریان بودم و این 2 نفر هر جفتشون راجع به دوست پسرشون با من صحبت کرده بودن. این عکس رو نشون داد و گفتش که این که دوست پسر منه، من 2 سال با این بعد عید میخواد بیاد خواستگاری، این مامانش با مامان من صحبت کرده. بعد اون یکی میگفتش که من نمیدونم چندین سال باهاشم و ما با هم ماه پیش مسافرت بودیم و اون میگفت این دیشب اصلا مامانش مریض نبوده، ما دیشب با هم دیگه رفته بودیم فلانجا. خلاصه هیچی آقا، اینا شروع کردن با هم دیگه بحث کردن و بعد تمام کسایی که تو سالن بودن داشتن این مکالمه رو میشنیدن و من واقعا هم استرس گرفته بودم هم خندم گرفته بود. هیچی، اینا شروع کردن با هم حرف زدن و یه دفعه دیگه صحبتشون بالا گرفت، داشتن داد میزدن سر هم دیگه. بعد من تنها چیزی که برگشتم گفتم که بچه‌ها تو رو خدا یه ذره آروم‌تر، مثلا چون من اونجایی که کار میکردم یه خونه مسکونی بود، من داشتم طبقه پایینش کار میکردم. تنها چیزی که گفتم این بود که یه ذره میشه آروم‌تر که صدا نره بالا، چون دیر وقت بود. آقا اینا شروع کردن با من دعوا کردن. اون یکی میگفت ناخونامو خراب کردی، من اصلا این رنگی نمیخواستم. اون یکی میگفتش نمیدونم تو چرا با هم به ما وقت دادی، دیرمون شده فلان. من همینجوری مونده بودم و من هیچ صحبتی نداشتم بکنم و خلاصه گرد دعواشون رسید به من و یه دفعه دختر عصبانی شد، اومد رو میز من یه چیزی برداره پرت کنه سمت اون یکی و دیگه من دستشو گرفتم گفتم آقا بسه فلان. به اون یکی دستیارم گفتم ببین کار اینا رو زود جمعشون کنیم، زیادم بودن، مثلا اونا فکر کن 5 نفر اینا 6-7 نفر. تمام مدت که اینا تو سالن بودن حالا یه ذره دعواشون پایین گرفت، یه ذره اومدن پایین، ولی فکر کن رو این میز جلوی من یکیشون نشسته، رو میز اون یکی که همکارم مثلا هوای اون یکی نشسته بود. بعد هوای اون نشسته بود، اینا فکر کن نشسته بودن کنار هم دیگه، هی به هم مطلق میگفتن. بعد من دیگه روانم ریخته بود بهم. واسه هیچ کدومشون هم بعد از اون دیگه پیش من نیومدن، انگار مثلا خاطره بدی واسهشون شکل گرفته بود. هیچ وقت نفهمیدم اینا با دوست پسرشون چی کار کردن. بعد همکارم مثلا میگفتش که خب چرا با هم دعوا میکنین؟ الان تو با گوشی اون به دوست پسر خودت مثلا زنگ بزن، بذار یارو رو بذارین سر کار، اون مثلا شما دوتا رو این همه سال گذاشته سر کار، مثلا اون یکی با گوشی اون یکی زنگ بزنه شروع کنه حرف زدن. اینا اصلا گوششون بدهکار نبود، خیلی عصبانی شده بودن. خدایش خیلی اتفاق بدی هم بود، ولی خب تو سالن‌های زیبایی خیلی احتمال داره که این قضیه اتفاق بیفته، چون تقریبا همه میشه گفت بچه محلن توی محل. آره دیگه، هیچ وقت هم نفهمیدیم اونا با اون پسره چیکار کردن. کارشون هم تقریبا تا 1.5-2 حتی شاید بیشترم طول کشید که دیگه اینا رفتن. واقعا هم خسته بودم، همین که پر انرژی بودم، چون خیلی اتفاق خنده‌داری بود. البته مشابه این چیزا خیلی تو سالن‌های زیبایی اتفاق میفته، ولی این دیگه خیلی دیگه یه اوضاعی بود، انگار مثلا دو تا اکیپ افتاده بودن به جون هم دیگه. بعد اون دوستاشون هیچ اقدامی نمی‌کردن واسه اینکه یه ذره آتیشه بخوابه. بعد انگاری مثلا پسره با دوست پسرای هر دو طرفشون هم اوکی بوده، یعنی مثلا اون 5 تا که هر کدومشون هم دوست پسر داشتن، پسره با اون دوست پسره اونا هم مثلا دوست بوده، از این طرف هم با دوستای دوست پسر اون یکی دوست دخترش هم خیلی اوکی بوده و میرفته و میومده. اون دو پسره چه بلایی بوده که تونسته این دوتا رو مثلا این همه سال هندلشون کنه. حالا کاری نداریم، خلاصه هیچ کس هم این مثلا نمیومد مثلا آتیشو بخوابونه، همه بدترش میکردن، همه مثلا یعنی اون دوستاشون نمیومدن با بگن آروم باشه بذار کارمون تماشا از این خراب شده بریم بیرون، نمیکردن این کارو، هی آتیش بیار معرکه شده بودن انگار. بعد دیگه هیچی دیگه، وقتی رفتن دقیقاً یادم نمیاد ساعت چند رفتن، ولی وقتی رفتن ما واقعا خندیدیم. یعنی از این اتفاقات زیاد میفته ولی این خیلی بامزه بود.
حالا کاری نداریم کلا تو شبای عید، یعنی یه چیزی میخوام بهت بگم، اگه کارتو تازه شروع کردی، تازه وارد آرایشگاه شدی، میدونم اولین شب عیدی که پشت سر میذاری شاید خیلی بهت فشار بیاد، به خاطر اینکه من میدونم چقدر حجم کار شب عید زیاده، خیلی حجم کار زیاده و واقعا عصبی میشی و همه هم آدمایی نیستن که درکت کنن و ازت توقع بیجا نداشته باشن. اما اینو میخوام بهت بگم، انقدر خاطره میسازی، انقدر اتفاقای بامزه واسط میفته که مثلا سال بعد وقتی یاد پارسال میفتی میگی مثلا پارسال با فلانی بودم، مثلا همکارم فلانی بود، یا مثلا این اومد مشتریم، یا حتی مشتریایی که یک سال کنارت بودن و دوباره عید اومدن پیشت، خیلی ببخشید حس خوبیه و بهت خوش بگذره. امیدوارم که حسابی انرژی داشته باشی و پول خیلی 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 قابل توجهی واسه عید در بیاری، عید حسابی بری خوش بگذرونی. اگه دوست داری بازم از خاطرات سالن‌های زیبایی واسه تعریف کنم، ویدیومو لایک کن، سابسکرایبم کن و اینکه اگه از اینستاگرامم اومدی که خیلی خوش اومدی، خیلی خیلی زیاد. اگه از مشتریای قدیممی بازم خوش اومدی و بدون خیلی دوستت دارم و تو خاطرم هستی. و اینکه اگه از توی یوتیوب منو پیدا کردی، آدرس اینستاگرامم این پایین برات میذارم که اینستاگرامم من فالو کنی، چون اونجا هم چیزای به درد بخور جالبی برات میذارم. خیلی دوستت دارم و امیدوارم که سال جدید سال پر از اتفاقای خوب برات باشه.